دوستان عزیز، سجده نمودن پیش خداوند عزوجل وسیله قریب شدن به خداوند است، راه نزدیک شدن به او تعالی است. خداوند عزوجل فرموده اسجد واقترب، سجده بکن و به من نزدیک شو. پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز به یکی از یارانشان گفتند انک لن تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجه و حط عنك بها خطیئه. امام مسلم روایت کرده حدیث را. یعنی گفتن حقا که هیچ سجده پیش خدا نمی کنی مگر که او تعالی به آن سجده درجه تو را بلند ساخته، گناهی از گناه های تو را محو می سازد. یعنی هر سجده ای که بنده سر می نهد یک زینه‌اش در جنت بالا می شود و یک گناه او محو می گردد. پس سجده به ظاهر اگر پایان شدن باشد به حقیقت بلند شدن است. به ظاهر پیشانی را در زمین گذاشتن باشد هم به حقیقت به آسمان ها رسیدن است.